چالش 100 روز 100 بازیکن روز 9 دروگبا. جدای از گلاش، حرکات خفنش، چهره کاریزماتیکش و همچنین اون فریادهایی که تو بازی بارسلونا میزد برای ناعدالتی، یک داستانی رو میخوام براتون تعریف کنم که این داستان خودش شاید نقطه عطف کل زندگی دیدیه دروگبا باشه. 2007 ساحل عاج با ماداگاسکار یک مسابقه رو داشت که دیدیه دروگبا با درخششش باعث برد ساحل عاج شد. دیدیه دروگبا از فدراسیون فوتبال کشور خودش خواست بازی در منطقه‌ای به نام بواکه که تحت سلطه یک گروه شورشی بود انجام بگیره. بعد از اتمام بازی و پیروزی ساحل عاج، دروگبا در مقابل نیروهای شورشی زانو زد، از اونها خواست به اعمال خشونتبارشون پایان بدن و این درخواست توسط شورشیان قبول شد و یک جنگ داخلی چندین ساله پایان یافت. دیدیه دروگبا جدای از یک فوتبالیست یک رهبر بود.